بعد از خدمت که حدود 10 کیلو وزن کم کردم و از این فضا دور بودم و نمیتونستم بدنسازی کنم، حالا میخوام بدنسازی رو دوباره مجددا شروع کنم و الان اونقدر نمیتونم برای غذا و رژیم غذایی هزینه کنم. میخوام ببینم که میشه با یه غذای معمولی یه بدن خوبی که مد نظرم هست رو بسازم یا نه. دوستان سلام، محمد مهدی کردگاری هستم، به کانال MK Fit خوش اومدید. تو این ویدیو قراره با شما در مورد رژیم غذایی و برنامه غذایی که داشتم و دارم صحبت کنم. تو ویدیو قبلی که براتون توضیح دادم بیشتر در مورد نحوه تمرین کردن، گرم کردن و حرکات و چیدمان تمرین بیشتر باهاتون صحبت کردم، اما تو این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم که چون پلنمون اینجوری بود که میخوایم با یه رژیم غذایی خیلی ساده و معمولی و اون چیزی که توی همین خونه ها هست و گیر میاد بدنمون رو بسازیم و ببینیم این کار شدنی هست یا نه. برج پیش که تمرین رو شروع کردم و برای شما ویدیوهاش رو گذاشتم، حدود وزنم بین 72 تا 73 کیلو بود. تو این یک ماه با این چیزی که الان میخوام بهتون بگم و انجام دادم، یه چیزی نزدیک 3 کیلو وزن اضافه کردم و الان به 75 کیلو رسیدم تقریبا. برای ماه دوم هم میخوام به همین روند ادامه بدم تا ببینم میشه وزنمو به اون چیزی که فکر میکنم رسوند یا نه. عمده غذایی که توی این یک ماه استفاده کردم کربوهیدرات ها بود، بعد از کربوهیدرات ها پروتئین ها بود و چربی ها و فیبر ها. چجوری بخوام بهتون توضیح بدم، این که حدوداً توی وعده های غذایی 40 تا 60% از کربوهیدرات بود، یه چیز حدود 30% پروتئین ها بود و مابقیش هم چربی ها و فیبر ها بودن. اصولی که توی کتاب مربیگری هم توضیح دادن به همین منوال بود، اما خیلی سختش نکردم مثل برنامه‌های غذایی و رژیم‌های غذایی که حتما موظف باشم یه مقدار مشخص از نمیدونم سینه مرغ، گوشت قرمز یا گوشت ماهی حتما استفاده بشه. سعی کردم تا از غذاهای معمولی، خورشت ها مخصوصا چیزایی که توی خونه ها نهار مثلا گیر میاد و پخته میشه استفاده کنم. تا جایی که تونستم مثلا توی وعده‌های مثل نهار که برنجی هست، برنج رو بیشتر مصرف کردم. تا جایی که بوده از گوشت ها و گوشت مرغ، گوشت ماهی یا گوشت چرخی، گوشت قرمز، هر مدلش که بوده توی خورشت ها استفاده کردم تا جایی شده اونا رو خوردم در کنار کربوهیدرات ها و از روغن و چیز کمتری استفاده کردم. در کنارش دیگه حالا سبزیجات و سالاد فصل و این چیزا خیلی کمک کرد بهم. و کنار اینا میان وعده هامون هستن. میان وعده هامون شامل میوه ها، مغزیجات مخصوصا مثل بادام زمینی، بادام، پسته، گردو، فندق و این چیزا که خیلی به آدم کمک میکنن در که یه مخلوطیشو حالا توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم و ویدیوشو میذارم، مثل گرانولا و اوتمیل خیلی تونست بهم کمک بکنه، هم واسه صبح و هم واسه میان وعده. مغزیجاتی مثل سویا یا حتی چیزایی که پروتئین کازئین دارن مثل شیر و لبنیات، خیلی اینا میتونه بهتون کمک بکنه، مخصوصا صبح و آخر شب و موقع خواب، چون هم هزینه کمتری میبره، هم میتونید پروتئین و کربوهیدرات مورد نیازی که داریم و ازشون بگیریم. نکته بعدی که خدمتتون عرض کنم در مورد سیستم بدنی خودم بود، چون من هدفم افزایش وزن بود. عمده چیزی که توی هر وعده غذایی واسه خودم گذاشتم و کربوهیدرات ها بود، چون سخت هم وزن میگیرم. شاید دوستانی که تجربه من داشته باشن میتونن بهتون بگن که چجور هست. سخت وزن گرفتن خیلی آدم اذیت میکنه. از 72 که شروع کردم الان به 75 رسیدم. واسه ماه بعد حالا میخوام یه ذره سخت‌ترش کنم. یه چیزی که بهتون بگم، توی برنامه غذایی فاصله بین هر وعده
یک کوچولو مهم هست، یه چیزی بین 3 ساعت بین هر وعده غذایی. از صبح که حدود ساعت 6 و 7 اولین وعده‌مو می‌خوردم، 3 ساعت به 3 ساعت یک وعده غذایی داشتم تا قبل و بعد از تمرینم. یه نکته دیگه جدا از وعده‌های غذایی، صبح ناشتا نیم ساعت قبل از اینکه صبحونه‌تون رو میل کنید حتما یه لیوان آب ولر همراه، حالا یا با خاکشیر یا با سرکه سیب یا با آب لیمو یا لیمونی تازه میتونید استفاده کنید که هم کبد معده‌تون رو پاکسازی میکنه، هم یه چیز خیلی خوبی هست که واسه اول صبح شروع کنید واسه غذا خوردن. اونایی که احساس کردین حتما صبح‌ها میلتون به غذا کم هست، این کار بهتون کمک میکنه. آب و مایعات رو تو روز زیاد مصرف کنید. آب و مایعات خیلی میتونه کمک بکنه. و یه نکته‌ای که بهتون بگم واسه مایعات، آب و اگر تو روز زیاد استفاده کنید نیازی نیست حتما حین تمرینتون اینجور که حالا بعضی از مربی‌ها میگن 1 لیتر تا 1.5 لیتر میگن آب حتما بین تمرینتون مصرف کنید، اصلا نیازی پیدا نمی‌کنید. متوجه میشین خودتون که یعنی میلتون و آتشتون به آب حین تمرین کم میشه اگر تو کل روز آب به اندازه کافی مصرف کنید. واسه ماه دوم حقیقت چیزی که مد نظر گرفتم این بود که 5 گرم کراتین قبل از تمرین، چون احساس کردم ذره فشار تمرین رفته بالا و بدنم رو کشش قبلش رو نداره و خالی تر شده. 5 گرم کراتین رو اضافه کردم. کراتین هزینه خیلی زیادی نداره، یکی از مکمل‌های خیلی خوبی هست که میتونید استفاده کنید و بهتون خیلی کمک میکنه. نه به اون صورت چشمگیر و زیاد، ولی خب حین تمرین و واسه اون قسمتایی که آخر تمرین میشه و بدن واقعا دیگه خالی میکنه وقتی تمرین سنگین بوده و فشار کافی رو گذاشتیم، کراتین میتونه یک کمی بهتون کمک بکنه و مکمل خیلی خوبی هست. جدا از اون نکته دیگه رو فعلا نمیبینم براتون، حالا کامل توضیح دادم. قبل از صبحونه چی بخورید که وقتی ناشتا هستید، وعده‌هاتون رو چجوری بچینید اینو دقت بکنید. تو هر وعده‌تون پس بین 40 تا 60 درصدش کربوهیدرات، 30 درصد پروتئین و مواد چربی و فیبرها باشه. میان وعده‌هاتون رو فراموش نکنید. میوه‌ها رو حتی اگه میوه هم مصرف میکنید، این هم نکته هست که بهتون بگم، میوه هایی که مصرف میکنید اگر زیاد مصرف بشه قند زیادی هست که به بدن میرسه و ما اون رو نیازی نداریم و نمیخوام این اتفاق بیفته. پس اگر میوه هم مصرف میکنید به اندازه مصرف کنید. سعی کنید لبنیات هم اگر مصرف میکنید، چون پروتئین کازئین داره، واسه صبح‌ها و قبل از خواب استفاده بکنید که تو کل تایم روزتون بدن در حال جذب پروتئین باشه. واسه قبل از تمرینتون سعی کنید یه چیزی که هم کربوهیدرات و قند مفید داره مثل موز و یه دونه سیب زمینی متوسط. سیب زمینی دوستان خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، مخصوصا اگه به صورت تنوری یا کبابی باشه شما میتونید استفاده کنید و خیلی کمک خوبی بهتون میکنه واسه حجم گرفتن. بعد این واسه قبل از تمرینتون میتونید پس از موز، خرما، عسل یا شیره انگور استفاده کنید به اضافه یه سیب زمینی یا یه تعداد مثلا یه مقدار برنج، یه چیزی که کربوهیدرات داشته باشه خیلی بهتون کمک میکنه. اگر کراتین هم همراهش استفاده بکنید حین تمرین نه بدنتون خالی میکنه نه کم میارید و پمپاژ خیلی خوب و دم خیلی خوبی خواهید داشت. واسه بعد از تمرینتون بعد از تمرینتون دقت کنید تا نیم ساعت بعد از تمرینتون حتما یه وعده غذایی رو مصرف کنید. اون تایمی هست که بدن 2 برابر حالت عادی جذب پروتئین و کربوهیدراتش هست و هرچی بخورید خیلی بیشتر جذب بدنتون میشه و جوابدهی خیلی بهتری داره. میره تا 2 ساعت و نیم 3 ساعت بعدش که بخواید وعده‌تون رو بخورید. من خودم چون غالبا شب‌ها تمرین میکنم، وعده بعد از تمرینم میشه حدود ساعت مثلا 8-9 و از اون طرف هم واسه ساعت 11 و وعده آخرم رو میخورم.
واسه شما دیگه خودتون باید بچینید که مثلا اون نحوه غذایی که می‌خواید بکنید با اون تایم تمرینی که انجام میدین با هم تداخلی نداشته باشه. یه جوری بچینید که تقریبا هر 3 ساعتی یه وعده‌ای رو داشته باشه. نکته دیگه رو نمیبینم. اگر سوالی داشتید، اگه نظری داشتید توی کامنت برام بنویسید، بهتون جواب میدم. اگر حرفی، سخن، چیزی بود ما در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال شدم که با من همراه بودین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع بشه. شما رو دست خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.